در توی فانوگراما میخونن یا زنده؟ فانوگراما؟ از کی زنده میخونن؟ درست قید نه خیلی دستگیری میکنن همش چotki مخلصای چotki و بار اول شما رو از اکتریسگی به صنعت شما بردن که بله اولا دارم دو تا شعر بچه دارم فقط تقریبا باران میباره باران زی تقدیری یاران آسمان گریان شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه چهره آشنا. این نوبت ما تصمیم گرفتیم با درخواست زیادی مخلصان با دو هنرمندی که همیشه یکجا سرود میخونند و در سامانه یوتیوب کلیپ های ایشان به نهایت بیننده بیشتر دارند، بهادر جوریف و شهلا دولت را به برنامه خود دعوت سازیم و انیخترش ما تصمیم گرفتیم که ما به شهر باستانی قرغن‌تپه بیاییم و مهمانی این دو هنرمند جوان خوش صدا باشیم و ما را خوب پذیرفتند. تشکر میکنیم که ما را خوب پذیرایی کردند و در برنامه چهره آشنا این لحظه ها شرکت ورزیده ایستادند و شما را به برنامه چهره آشنا خوش آمدید میگوییم. سراول به مخلصان چی گفتنی دارید؟ خیر آمده که عبدالرحمن خوش آمدی. خیر ایاموقا رای دور آمدی خیلی نه؟ بله. مخلصا در چی گفتنیم؟ همه مخلصا سلامت باشین، سربلند باشین، همه غریبا در پناه خدا باشین، همه نویگری ما را انتظار باشن. بله. خیلی و میخواستم سوال نخستین را از آن کنم که بهادر جوریف را مخلصان با کدام ترانه شناختند؟ بهادر جوریف من میدونم که شما چندین سال است که هنرمند هستین، سرود میخونین، یکی از شاگردان ظفری رحیمزاد هستین خطا نکنم. بله بله. با کدام ترانه مخلصان شما را شناختند؟ ما را همین یکم ترانه سرودی بارون دوزی خونده سادیکا کردی یا بارون خونده نشتی سادیگو. آهنگ همین ترانه و شعرش هم خیلی دلچسب است و از همه ترانه های شما من بیشتر همین ترانه رو میپسندم، چون که در سطح پروفسیونالی کسبی ایجاد شده است. این شعر و آهنگی کی بود؟ این آهنگش ای خدمه اناجرب کشم خدمه کدگی اکای زفر کنکار خواهم یاردم کدگی زفر رحیمزاد. شعری اکای سوبدین ستاره مالا همه شعرها ما همه اکای سوبدین ستاره می نویسه. آهنگو ما اناجرب که ایجاد چه خدمه میکنم. اگر امکانیت باشد از همین سرود 4 مصرع با آواز زنده برای مخلصان میسرایم، بعد صحبت را ادامه میدیم. باران میباره باران زی تقدیری یاران آسمان گریان باران میباره باران نشستم تنها با دلی بیان. روزگار خیلی لشید من سرود نخوندم بازی ای خدا در زیاد کردم خواندگاه بجا خدا نشید سردی چون باران رفت گریان رفت قافیهش بریان میشه. من تخمین گفتم که درست برآمد و سلامت باشید. و ما میبینیم که وقتای آخر دوام 2 سال آخر اکثر سرودها و کلیپ های شما با خانم زیبا شهلا دولت و پیشنهاد مخلصان کرده می شود. همکاری شما چگونه آغاز شد که شما را شناس نمود که با همدیگر امروز ها فقط دویت میخوانید؟ در تاجیکستان کم هستن همین هنرمندانی که همیشه یکجا سرود میخوانند. انا ماشاءالله دولت فقط هیچ خیش نشدیم.
خیلی کم شناس دیدیم اول بعد همون کلیپی تولکا پردی یا کلیپی سرودی و روسی داشتم همون در کلیپش در باید این نقش بازی میکرد اکتریسگی میکرد همون خیلی کلیپ در اکتریسگی همون کلیپ اکرد چه گذرانده بعد خیلی قطعی شناس سوز شدیم بعد همون یه رفته سبدیم موشین در که یه ایده اومد در سر ما که یه سرود بکنیم همون سرود بکنیم چه خیلی میشه دکسه دوید بعد همون یه ایده کردیم رفتم شیر پیش فهموندم گفتم نخیر میشه سنری خیر میشه ایده معقول شد گرفتیم همون سرود کردیم همون سرود خیچی همون سرودی بلحواز تا حوزیره تیک توک یوتیوب در لبای جو هست همون سرود تا حوزیره مخلصان تقلید میکنن تا حوزیره همون سرودی حجوی بیدم بله اونجا نومی صدردین شبنام بلان اونجا شبنام خیلی صدردین ما تیپا مخلصی شبنام میشن مخلصی چی صدردین خیلی بود در این مدت باز یک چند دویت های دیگر نیست پیشنهادی مخلصان نموده و از میان آن همه این دویت ها کدومش بیشتر به مخلصان پسند آمد یعنی کدومش بیشتر مخلص پیدا کرد به اندیشه شما بسیارش با نشد اینترنت اگر دستانه اینترنت باشه با همون چی ای وای جان گوش کن مرا حالا بای گوش دارم امورا به حد بسیاری باید چکردن تقلید کردن تیک توک یوتیوب اینترنت ده مقدس نبی و تاج‌الدین محی‌الدین را بازخوان کرده تکمیل موسیقی کرده وای خواندیم ما همون سروده بردیم اونجا بعد موزیکا را گوش میکردن سروده باید یکونجاشون سرشون میجوید بعد اونجا سرسون میشد سیناری هم خیلی بود مثلا همون کلیپ ها برآوردیم اونجا پاگاج دادم اون خیلی گشته ایستم من بیدم آره خیلی کده گشته فقط تقلید میکردن من خیلی شید همه سروده هم خدا را شکر و عالی شیدگی چون کامنتاری ها رو میخونیم در اینترنت و زبان بعضی مخلصان میشنویم که همین سبک سرودخوانی که شما با شعلا دولت وردارید گویا که سرودهای حجوی و لهجوی کوچگی هستند و بعضی ها ایراد میگیرن تنقید میکنن شما چه اندیشه دارید؟ نمیشود که شعرهای مثلا از شاعران خوانید از کلاسیکان خوانید با قول سرودهای با معنی خوانید همه آدمایی که با همین گپ میزنن که همه با مخلصی اشدیان اهمیت نمو خودشون تقلید کردگیان همه چیزای مورد چون خیلیش اهمیت دادن در کار نیست با مقصد یک گپ که هم استیلی خودش داره میاد ما پیش اولی این استیلی شوخی کردن در ما خیلی سرودای اونجا یوتیوب در بعدو جوره می‌نویسن ولی کلیپ‌های پیشتر هم می‌برم ما خیلی عاشقی در لبای استیل خوندگی در حیات من از 13 سالگی مفیز رسال کردگی پونی خیلی توی لبای استیل خوندگی آخر اومدم که این استیل در یعنی مخلصان شما رو همین خیلی قبول کردن مخلص مفیز چی در کار کردن شما مجبور هستید که به همون سبک سرود خوانید که مخلصان شما رو قبول کردن ما در برای مخلصا در کن اگر مخلص پیدا نکنیم صنعتکار نمیشه و چون با بحث ما و صحبت ما شهلا دولت و همراه شدن میخواستم سوال نخستین رو از شهلا کرده باشم که پیش از بهادر جورایف شما انیقترش پیش از آوازخوان بودن در انسمبل پدیده همچون اکتریس فعالیت میکردید در فیلم ها و در کلیپ ها نقش بازی میکردید و چی شما رو وادار کرد که آوازخوان شدید و بار اول با دستگیری کیها با کمک کیها روی صحنه هنر آمدید گفتم میتونید ای کودکی آرزو داشتم که خیلی صنعتکار شوم تئاتر استودیو پیدا کار میکردم بله شما اونجا همچون اکتریس فعالیت میکردید بله همراه شما خطا نکنم مینو هم بود بله اونم حافظه شد و شما هم حافظه شدید و بار اول شما رو از اکتریسگی به صنعت شما بردن که خیر بغیر از من بودن نفرانی که به شما کمک کردند استودیو ها نفرانی که کلیپ بنوار میگرفتن این شما بهادر جورایف عظیم جانی علی جان بله همه ما را بسیار دستگیری بار اول خطا نکنم سال 2014 بودم با سرود دویت آماده کردیم بعد از یک چند دویت ها سرود شهلا و باز کدام سرود بود؟ سفر رفتی و بچه رو که اینا سرودا را که آماده کرده بود شهلا مال
شعر حسن چیلا بود و سفرافتی از فخرالدین قیطرمن و از جانب مخلصان همین دو سرود شما خوب پذیرفته شد و بعدا خطا نکنم با عظیم جان علی جان دویت خواندیدم فقط بادر جرف بادر جرف قطع شمیاز شدین پاپولار شده اگر بادر جرف شما رو نمون که شما دوشنبه پیش ما بیایین شما رو از ما دزدید و امروز همکاری شما چگونه است؟ برای چی در قرغان تپه زندگی میکنید؟ همه چیز ما در قرغان ارانژировка همه چی ما بادر جرف دستگیری میکنن ما همکاریم از خاطر اونه که بادر جرف در باختر زندگی میکنن شما به خاطر ما توی بسیار توی ما دمی خطلان دارم منطقه باختر از همین خاطر مدت 2 سال بعد چقدر که میبینیم که ما درست پس کلیپ میبریم من نمیتونم دوشنبه رفته ایستاده برای همین در اینجا میستم درست پس بله میبینم که شما بیشتر به شبنم ثریا طرز لباس پوشی طرح چهرهتون حرکت هایتون حتی سرودخوانی نه یکان چیزی ما با پای شبنم چی نمیکنم نمیکنم پروستا ما گنده دوست میدارم مخلصش هستی شاید از خوردی رو تماشا میکنید ای حواسی امو رو حفیظش بگیم و در خاطرتان باشد یک سفر هنری ما به سمرقند داشتیم همراه شهلا بانو در یک توی در طربخانه با شکوه بود وقتی شهلا بانو سرودخوانی کردن با درخواست زیادی مخلصان در اونجا مخلصان زیاد داشته است سرودهای شبنم رو وقتی سراییدن آمده اکثر همون تاجیکان سمرقند شبنم ثریا گفته با او سیلفی کردن شهلا میگه که من شبنم نیستم بعضی ها باور کردن بعضی ها نه بعد وقتی از نزدیک میان صحبت میکنن میبینن بعد فهمیدن که این شهلا دولت که پیش بوده گایده 2 سال پیش بدن 2 سال پیش رفته داره ما نمی 6 ماه پیش همون پیش رفتیم توی دادر آمدیم خیلی توی خونه دا چی در رفتیم قرشی میگن بله قشقدریا ولایت قشقدریا شهر قرشی در رفتیم اونجا همین دور آمدیم دیگه شهلا دولت ها گفته اکل شبنم ایسر نه خیلی شهلا گفتم اونجا تویشون چی میده 1000 کس توی میکنه یا رسانه کلو هنده توی میکنه آخیرش نه تو وابشه کلو نه همونجا رفتیم شهلا گفته این میره وابشه نمیمونه چی کنه پولی اوفیزای هیچ کنه خودمی شهلا دولت ها شهلا همون توی همه خیلی شیده من شهلا بخونیم هر مو بخونیم همه خیلی شیده اونجا و میبینم که شما بیشتر با سمرقند و جمهوری ازبکستان شما رو بیشتر دعوت میکنن و غیر از این باز با کجا سفرهای هنری داشتید؟ ما مسکو شهر مسکو فدراسیون روسیه در شهر مسکو دا و شهر سن پترزبورگ دا و شهر کراسنویارسک رفتگیم کنسرت خود برگزار کنسرت ما توی هم رفتگیم یادم پاس با کنسرت رفتگیم خیلی و امروز شما بیشتر با بهادر جرف دویت میخونین توی ها هم یک جا میروین؟ بله یک جا بعد توی میروین؟ توقرم یا جایم خیلی زکس کنن با بسیارتر دکسه زکس میکنن یک جا میروین؟ در توی فناگرام هم میخونین یا زنده؟ فناگرام هم؟ از کی زنده میخونن؟ درست خیلی نه اونش خیلی ایده خیلی جوای میخونه بسیار وقتا نه خیلی میشود اوزی 80 با 20 چی دیگه یعنی 80 با فناگرام باید خیلی توی میشه همین شمی اومد و شمی رواد شب بخیر زنده میشود یا که فورا نفورا داری باید توی زنده یا خیلی توی میشود خیلی اکرم میگه التماس خیلی تویونا نخور میگم اون سردوی که کلیپ میکنیم کو اما کلیپ ها رو میپرسه بورا یاده بورا همون سرودایی که کلیپ کدکی میخونیم جیوای زنده میخونیم موزیک اکو خیلی موزیکال نیست او ارانژировка دیگه چه خیلی توی میگه که زنده نوازن نمیتونم خیلی سولو طرزی که در ارانژировка صدا میتیاد در زنده خیلی صدا نمیتونه الان اونجا ما میخونیم میگه ای اکا همون صدا حاضر میگم همون صدا نه اونم موزیکاش دیگه خیلی همون بخور میگه و خیلی تعال میکنن رفت و نفر به شهلا دعوت دویت خونی کند از هنرمندان مرد شما راضی میشه میگذارید که شهلا با دویت خوند؟
ایگو ویبری خیلی شد بسیار میشود میشود لیکن خیلی من например برای چی نمیخونید؟ خیلی уже ما هم دکس مورم مخلصا هم دکس قبول کردگیان уже نمیخواید خون نمیخوایم اگر نه ایدم دختر بسیار با بودن وضوزی نیستن نه باید گیم این سنت باید لیکن ما در همی خیلی قبول که استم مخلصا ما خیلی قبول کردگیان ما در نمیفونم خیلی سوز رفتیم درشی و یک سرود خوندید یک جا با رستم نور و فیروزه حفیظ و 4 نفره هم ما دویت رو دیده بودیم سویت رو دیده بودیم چوریت کردید شما ایده نمی سرود و رستم نور و فیروزه حفیظ رو کی دعوت کرد ما خودم ما روز شتا بودیم گفتم خیلی سرود کردنی میده گفتم کیو را بگیریم ما میخوام که یک کلمه باشه باید باشه خیلی سینه لیده نقل کردم این همیشه یگون کسا بگیریم که ای چیو ای پاکلین ای کلونو و ایستادیم دیدیم که خیلی لشید همه اکر دوستان برامد نکیسته بود گفتیم یه اکر دوستان ازم بزنم اول ما قدم قربان گرفتنیم دیم رستیگت قدم قربان گرفتنیم باز گفتیم که اکر دوستان بگیریم اکر دوستان با چه خیلی که چه همه اکر دوستان یه برزن زدیم او برشکا گم زنش زور هایده اکر دوستان میشینی چکچا میکنی خیلی وحشی دیگه دنیای ده میشینی چکچا میکنی وقت چخیه میگذار میدونی او برای چیکار گفتم اکنم خیلی چی دارم سرود دارم ایده دارم خیلی میشه اپای فیروزه خیلی میشه خیلی میفهمم گفت گام نیست برای چیکار روز شمال لبای وقت تلفن کردم اومدن زنگ زده اومد اپای فیروزه قطعیم خیلی همین خیلی اشید چیم اپامای ما دو دارشم اپای فیروزه قطعیم خیلی رفتم ما داریم اپای فیروزه هم گفتم زین نشیدن همش روزی شید تیز داشتید نکرد جمعی چیزو 3 روز 4 روز اوجه تیارش کردیم رو آمدیم و اکثر آهنگ ها رو خودتون آهنگ ها موسیقی ارانجروف که آهنگ همه خودم فقط هم شیره کلیپ ها هم ایدهش هم سیناریوش هم خودم میکنم اول قطعی اکای زفر هم میکنه یاردم میداد بازی همه چیز من خودم میکنم از اینجوری علی جان عظیم جان علی جان خیلی کمک میکنه عظیم جان علی جان با کرامت الله است یا خیلی ما دستگیری کرام فیلم کرامت الله فکر میکنم که از همه خراجات کم رو در کلیپ ها شما میکنید چون که اکثر کارو خود شما بله بله ما که فقط چیده میرم فرمای هیده میرم سالن ده میرم شهرابانو در مسئله سر و لباس به نهایت احتیاط میکنن سر لباس های انتخاب میکنن که لیکن اما خیلی هم باشه ما این طرف هم مینوس کنیم کلیپ در جو را ایسوس نو را با پیلوس میکنیم بله و میخواستم اطراف زندگی پس پردگی شما کمی صحبت داشته باشیم با مخلصان میخواندانن که با دور جوره فایلدار هستن چند فرزند بله فایلدارم 2 شیر بچه دارم 2 فرزند یتاش جوانه کلونیش مایدکی شخروخ و شهرالو دولت بچه من میدونم که یک بچه با نام یحیی جان او بازی پاپولر و یحیی نیز هم تنها سرود خوند هم با شما یحیی رو به این سرود خونه که جلب ساخت خمان بادر چرایی یحیی را یه رشتگیم راستی یحیی خیلی خوشو گرم زدن نمیتونم نه سه او گوتکی گرم زدن میشینیم یحیی گم میزنه خیلی خیلی که پریاد نیم پرو زمین گپ شا گوش میکنی الوال میبری گفتم که زبان شیرین ایده بیا گفتم یه چی بکنم یحیی را من خیلی میخواستم که هم چیکناده یا سرود گفتم خیلی یه غریبی میکنه اول تیما گفتیم چی تیما کنیم بعد گفتم بیا غریبی میکنیم غریبی کردیم باز میخونه تلافظ کردن نمیتونه شیری میبره من گفتم که تا چون از زور میشه و از جانب مخلصان خوب پذیرفته شد که کودکان در ما کم سرود میخونن کم کلیپ میکنن وقتی که باز سرودی غریبی خوند از جانب آنها خوب قبول کرده شد و چون امروز وضعیت نارام است بیماری کرونا ویروس در تمام جهان فرا گرفته است امکانات کنسل پیشکشی مخلصان کردن نیست و نیت دارید که یک جایه بعد از آرام شدن وضعیت کنسرت خود رو پیشکشی ما نیت دارم روسیه ما در خیلی کنسرت هایی که این نوزی بسیار شده سر نمیفوره خیلی کنسرت ها میفورم که ما در شو میفورم
ما خودم نیت دارم اوی خیلی کرونا ویروس که همین چیز بگذره بله بعد همه سال شهر راه شو یک کنسرت شو کنسرت میمونیم خدا شو کنسرت زور میمونیم با شعلا دولت انشاءالله هر دومون بله یه شو میکنیم هست سیدنیت. شما یک جا با یحیی جان فرزندتون و شما یک جا با یحیی جان فرزندتون با درخواست ایجاد مخلصان سرود غریبی قسم 1 2 3 پیشکش مخلصان گردانده بود که خیلی خوب پذیرفته شد. شعر و آهنگ هم این سرود غریبی از کی بود؟ ایده کی بود؟ همش این با دور جوریف که دیگه آهنگ شعر ارانجروفکا کلیپ همش. و مخلصان در کامنتاری ها بسیار خواهش کردن که همین قسم 4مش میبرد نمیبرد، چون امروز میبینیم اکثر هنرمندان شهر بختر سروداشون مثل سریال های ترکی شده استاده است. میخواستیم فهمیم که قسم 4 دارد. عبیزت او تمام دارد قسم 4 دارد. باید بکنیم و رمی از این 2 کلیپ دیگه دارم او چزن نمیگرم 1 2 3 برام داد و 4 شکده امروز اینا چید امروز روی برادم پنجم شنبه ازبک جورایف شما ازبک جورایف ما ازبک جورایف شالو دولت و ما باودو جورایف او چزن نمیگرم 3 نفره بله 3 نفره انا 4 شیجه امروز برام پنجمش نمی هفته پس میبره پس خدا خواه نصیب کنم غریبی را کن میکنیم قسمت 4 سرود غریبی با یحیی جان. بله. و در آخر با مخلصان و بینندگان برنامه چهره آشنا از کانال تاجیکان گروه چه گفتنی داره؟ چه آرزو و چه تمنیات داره؟ ما رو بیشتر غریبان تماشا میکنن مینویسن با غریبان مثلا چه گفتنی داره؟ ما غریبا خیلی که ما همه جدا میگم غریبا دا خیلی که ما در وطن خودمونیم ما درگان چه پرابلم نیست هایی به پلان باشی هایت میگذره با پلان باشی لبایی چی کسان هم باشی خونه خیش دمیره یکم همسویه ایسوسو جویا یاردوز روز میگذره هیچی وابشه قینی زندگی رو نمیفهمی. انا وقتی غریب ما فقط یک چی را میگم که 15 روز ما مسکو در کنسرمونی رفتیم 15 روز در مسکو کنسرمونی رفتیم کنسرت یعنی هر روز تشکیلی سرودخوانی رقص و بازی ای دکسر رفتیم همونجا دام ای وطن دوری کارکنی نه چی کنسرمونی رفتیم ای وطن دوریم همونجا دام اونجا وطن یاد میکنیم 15 روز دام وطن یاد کنیم. هر روز کنسرت تماشای سوسی نکن دوری از وطن این غریبای ما 6 ساله یکیش 10 ساله 3 سال 1 سال این خیلی کلون هایده چی رازنیست. انا مقصد ما بوده چی گفتنیم بوده صبر طاقت بله برکه کارشونده برکه پیشروی موفقیت بعد سوق سلامت با پیش فرزند مادر پدر یارشون بگردن بیان. و با مخلصان برنامه ما چهره آشنا پپسیچکوی ما چی گفتنی هستیم؟ خیلی پپسیچکوی شما همه کسا لایک بجقین پپسیت سکنین مخلصای بهادر جورای و شعلا دولت و نیز با کانال ما گذارین یارم دستگیری کنین. خیلی مخلصای ما همش خیلی نرمان یا چوتکی هم مخلصای ما پپسیچکوی ما چوتکی نیستن؟ شما را ما نمیدونیم کمیتر را نمیخوریم چی خیلی ما در خیلی دستگیری میکنن ما را مخلصامون خیلی دستگیری میکنن همش چوتکی هم مخلصای چوتکی و شعلا دولت و چی گفتنی؟ زنده باشین خدا همه شما را نگهبان باشه سلامت باشید و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفته در برنامه ما شرکت ورزیده. شما رو یافتن دشوار بود اما برای ما دشواری نکشید چون که ما شما دوست برادر هستیم همکار هستیم و ما کوشش میکنیم که در آینده باز همکاری داشته باشیم. بینندگان عزیز برنامه چهره آشنا بود و ما مهمانی بهادر جورایی و شعلا دولت و بودیم در شهر باستانی باختر. خیر تا برنامه های دیگر سلامت و پیروز باشید.